بازی نید فور اسپید آن بندت هست که روی سیستم خودم اجراش کردم. شاید بگین آقا حتما رفتی از استیم خریدی به چه مایه و این چیزا، ولی نه، رایگانی بازی رو اجراش کردم. بیام بهتون بگم چه شکلی. مرورگرتون باز کنین، بنویسین gbaz.ir. یه سایت براتون باز میشه، بالا سمت راستش یه دکمه قرمز هست نوشته دانلود، روش بزنین، یه دونه فایل بهتون میده. این دانلودش، فایلی که بازش بکنین یه فایل فشرده است، داخلش یه دونه فایل داره نوشته gbaz اینستالر، روش دابل کلیک کنین، نصب جیباز بزنین، ثبت کنین تا دانلود بکنه، بعدش جیباز براتون نصب بکنه. بعد یه چیز این شکلی براتون باز میشه که احتمالاً خیلی سریع بگه که آقا باید بروزش کنه. اشکالی نداره، بروزش بکنن و دوباره واردش بشین. این نرم افزار جیبازی که خیلی عجیب غریب یه سری بازیه که هنوز کرک نشدن تو خودش داره و مجانی میتونن بازی بکنن. حالا واسه اینکه بازی کنن باید چیکار کنن؟ باید اکانت بسازه. روی اون آدمک کلیک کنن، ایجاد حساب کاربری رو بزنه، شماره موبایلتون بنویسن، ارسال کد بزنن، کدی که براتون اس ام اس شده توی صفحه بنویسن. بعدش هم یه نام کاربری و یه رمز عبور تعیین کنن و ایجاد حساب کاربری رو انتخاب کنن. بهتون میگه که ثبت نام با موفقیت انجام شده و به جیباز خوش آمده. چیزی که اینجا مهمه، از سمت راست پیشخوان انتخاب بکنن، از اون بالا همه بازی‌ها رو انتخاب بکنن، روی عکس بازی آنبندت کلیک کنن، صفحه دانلودش براتون میاد. روی گزینه بنفش رنگ دانلود کنین کلیک کنن. توی این صفحه کوچیک اول درایوتون رو انتخاب بکنن، بعد میتونن تیک ایجاد شورتکات یا بعداً دانلود شود انتخاب بکنن. مسیر نصب بازی رو براتون نوشته. این پایینش هم نوشته که آقا شما چقدر سیستم دارین و بازی چقدر سیستم نیاز داره. خلاصه اینا رو خودتون بررسی کنین و اصل کار روی دانلود کلیک بکنه، صبر کنه تا بازی براتون دانلود بشه. دانلود که تموم شد، از قسمت بازیای من نید فور اسپید آن بندت براتون آمده، روش کلیک بکنه، روی پلیش بزنین تا بازی براتون اجرا بشه. خیلی خوب، بازی که براتون اومد اینتر بزنم. اگه یه همچین سوالایی هم ازتون پرسی که گفت آقا نمیدونم وصل نمیشه به سرور و فلان اینا، بله خب بازی کرکی حساب میشه دیگه، نه باید وصل بشه به سرور. رو پلی آفلاینش بزنین، آفلاین بازیتون حال کنه.